اگر شما با تمام گوشه و کنار دنیا با مثل ما سفر کرده خواهید با واتساپ اویکاسای شاهنازه زنگ بزنید. بلیط های ارزان و باورینok است. همین چای تلخ دم میکنی تو هم پستیان همین چای تو تلخ اختونم خیلی چای میخری مرده همین عیدست تو یکم بار چای همین چای ننوشیدی اما همین بحریدین هم کاری ساز کرده چو کده بحریدی؟ یا دختری 18 ساله که گشته ایسته نه اوه اینا دین بیچاره بیمارخانه فرو آمده است او دینا ما در بازار دیدم شونکو انا زنش هم دیده السلام علیکم. شیری دادا تبریک کت کنم تبریک. چند 10 این نامبرداری پدر قندو تا بزن اگه خدا اگر خواهد این مکتب میانه را ختم میکنی تمام میکنی امتحانا را میسپاری با چند تمام یک دونه دیگه انا وایش هم میسپاری بچیم انا بعد میره خواندنی ادوکات دوام دهنده کاری پدر و بابا نه راستی گپ دادا جون من میدونی یک فکر کردم من همین بعد مکتب میانه گفتم اینستیتوت صنعت روم فاکولته آوازخوانی حافظ شوم سراینده شوم. کدام سراینده میشه این من سری من گپ زن قطی بچت گپ زن نباشم دادا جون نوازنده چی نوازنده میخوام که نوازنده تو حافظ قطی همین چاینی کتی میخوری بابا کلون ادوکات بود پدری من ادوکات مرا کلان کرد به وای رسون من ادوکات شدم پدری توی خانواده ادوکات کردم این اوزی کوکریسته ایبولی دیلا کوکریسته ادوکات میشی گپ زن قطی خای بچم اگه خودت میدونی و دادات بیس من خودم میفهمم اینجا بیا بچم اینجا بیا گوش کو بچم اینا مکتب میونه ختم کردی فهمیدی تو آدمی کلونی هستی میفهمی گوش کو مرا نه گوش کو پخته نداری نداری پخته نداری گوش کو مرا گوش کو گوف مودا گوف ایستادگی مودا گوف ایستادگی همون سراینده که تو میگوی ای شاخش قپیده طرفش کشاله دارد فهمیدی نوازنده ای دومش قپیده اوسو کشاله دارد فهمیدی همین وقت ادوکات گوجاده باین یود ادوکات نیست کو دادا چه خیلی نیست ادوکات شیر جشنی سده خوش عبدالله السلام علیکم محترم رئیس و علیکم السلام راستی گفت وقتی که شما به من دعوتنامه فرستادید گرفتم شنیدم شما وارد دوید اومدم محترم رئیس یک لایحه‌ای که شما گفتید من تیار کردم عبدالله گوش کنید سراسیمه نشوید حوزه همه آیان سانی موضوع وای میکنیم حکیمه میکنیم رئیس جان اره این که خارید کمتر باید علی خودم هست یک چای یا کافه می نشید رئیس من با خودم قانون سفید ندارم نه همش اینجا هست رئیس این توگمچه پخش کردید دهان خودتان که آواز برو ورسدید خودش میفهمد حاضر می درآید تکنولوژیا کام خیر السلام علیکم مردک جان نستم با 2 نفر اومدگی درآید نی؟ ها درآید من گفته که بودم 2 نفر میآیند سانی گوش کن همون چای الیادت فراموش نشود چای چی خیل؟ چای گرم بوای خانگی باری نشود جوش آمده گیرم محترم رئیس میبخشید مردک جان گفتم میکاتبه خیلی زنک جان نمیبید مردک جان میگه نه فهمیده زوجاتو همون کاتبه که پیش از اینجا به کار میکرد و از کار رفت هم با که کفته نگشتم و هم خاننگی خودم گرفتم آمدم مرمت دارید سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم شنید اول شما شنید من شتگی شنید اول شما شنید و من شتگی مام خستگی مام هر دوش یخی من شتگی شنیده همین چی میشود که شفیارتون بیرون به شما انتظار میشدن این کس شفیار نیده این کس مهندس نشاد قادرویچ از ماهی یابان طبق لایحه باید که صرف زیاد نداشته باشه متریالی زیاد خرج نشود برای همین اکونوم کم مصرف اما با فکری ماهی شما رئیس امروز گرفته جنبست خواهند کرد خب رئیس ممکنه اولین شده ما فکر نکنیم اولین شده گفت زنید فکر کنه شما دوستانی عزیز حاضرین گرامی
طبق لایحه‌ای که به من دستخط شد آیدی گذراندن تروبه گاز از دیهه قرشکن به ناحیه اشت که زیر بحر آب انبار میگذرد من چنین خلاصه آوردم خوش برای آنکه صرف کمتر شود متریال خرج کرده نشود بسیار ما کار رئیس از دو طرف سر میکنیم هم از ناحیه اشت و هم از قرشکن زیر آب کتی رفته هم میگیریم یعنی خیلی آمده هم میگیریم تروبه آورده هم میگیریم فقط یک تا مشکلی های رئیس محترم رئیس بین به مثلا دو تروبه رئیس همین راست آمده نمیتوند چون که زیر آب خودتون میفهمید چقدری برای همین اگر بین همین تروبه ها ممکن است که 80 میلیمتر فرقیت پیدا شود یعنی که 80 میلیمتر لیکن ما متخصصای داریم که همون 80 کم برطرف کرده هر دوشه انا همین خود نوک به نوک پیوست کرده گذرانده میتونیم این از دستی متخصصانی ما میآید برآمد من همین فکر شما بود یعنی بله من فکر شما فهمیدم بسیار ناز فکر ناز خیلی دیده میبریم 80 میلیمتر گفته دیده میبریم خوش که باشد فکر مهندسی ختمه رو گوش میکنیم محترم رئیس ما درست دیگه برای دور اومده نه که فکر زور خدی اومده دیگه فکر زور خدی اومده چون که مهندسی ما برادری ما گاز دادن که ای دو طرف تروبه را میاریم در چقرگی بار در تاریکی نه برادری ما اگر 80 میلیمتر اگر فرق کنه ای ما 1 سانتی متر محترم رئیس فرق میکنه اونجا چقوری که های تاریکی که های میشه که همین ما با اویستا هر دوشه چسبونیم یعنی که نوک بنام میچسبونم بله خوش فکری مهندسی خوجنده را گوش کردیم فکری مهندسی خطوانی سازی بولیش هم گوش کردیم یعنی که با من همون فکری مهندسی یوانی شفاور که یک گوش کنیم دلشاد قادریویچ یک فکری شما رو گوش کنیم گفتیم فکری من همه که رئیس جان میخوام در تمام دنیا صلح باشم صلح چی نفهم فکر شما آیدی لایحه تروبه پروود آیدی توربو عذر برای توربو گفتم راستی گپ رئیس جان ما همیشه تا سحر فکر کردیم میدونی چیکار کردیم رئیس جان ای دو طرف یا تا ای طرفی اشت یا تا ای طرفی دشت ای دو طرف قرشکن ای دو طرف توربو خوب میکنیم ای دو طرف توربو رو میاندازیم تگی بحر تگی بحر ختم میدونی که تاریک در روز چندین موهی ها است موهی های کلان و چیکار کردن در رئیس موهی رو پرسیدن نکن اجازت گرفتن نکن ای هر یک موهی بله در حالتی که دو توربو رو میاریم رئیس جان تک تاریکو بین همیا ممکن است که 40 متر فرقیت کند رئیس جان قادرزاده لا بای رئیس آخر شما گفته استادید که 40 متر فرقیت میکند گفته مادامی که 40 متر فرقیت کند و شما باید دو تا توربه را 40 پیوست میکنید رئیس جان او پیوست کردن چی در کار دو توربه میگذارونیم چی